این میکروفونی که توی کارتون محصولات یاماها، البته نه تو همشون، تو آرن 1000، آرن 800 میبینیم چیه؟ بریم راجع به وایپاو اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. وایپاو میتونه به شما این کمک رو بکنه که بر اساس آکوستیک محیطتون صدا رو در واقع کالیبره بکنید. بریم برای در واقع کارکرد وایپاو و میکروفون وایپاو که اصلا ببینیم چه جوری میشه از این خاصیت این امپلیفایر استفاده کرد. همونجور که میبینید این قسمت وایپاو میکه که ورودی خود میکروفون وایپاوه. بلافاصله هم که میزنید میک آن میشه. اول میریم میکروفون در واقع اونجا که قرار بشینیم میذاریم. حالا توی این قسمت میشه مثلا اینجا که ما قرار گوشمون تقریبا اینجاها قرار بگیره و میریم برای کار وایپاومون. استارت میزنیم. خب همونطور که میبینید پیام وایپاو ساکسس رو در واقع انجام شد کار وایپاو به طور کامل و نوشته که دیسکانکت کنید در واقع میکروفون وایپاو رو. شاید باورتون نشه حداقل 20 تا 25% صداتون ارتقا پیدا میکنه و بهتر میشه وقتی که از قابلیت وایپاو یاماها استفاده میکنید. امیدوارم لذت برده باشید.